خانما الان شما میدونید که الان مردم بیدنگ دارن میدنگن. گناه علنی شده، یک گناه همگانی شده، دو گناه دست کم گرفته شد میشه، سه و هیچی نمیگه به خاطر گناه. در نتیجه تو عرضه داری شوهرتو نگه دار، تو دل ربا باش، تو دلبر باش، تو دل زنده باش، تو شیر دل باش، خور نزن، قهر نکن. وقتی بلد نیستی زنا با هم دیگه اونه که بی سوادن بدبخت میگن نگاه کن اگه میخوای شوهر از حساب ببره بهش بی محلی که خواهر. ای الهی اسرائیل به تو محل بگذاره خاله کوکب. چیکار میکنی تو؟ عرضه داری براش. مولا علی فرمود تنها رقصی که حلال رقص زن برای شوهرشه، باقی رقصا حرومه. خب زن مذهبی حزب اللهی مقنعه چادر کشی میره تو راهپیمایی میگه آمریکا فکر نکنی ما زنیم تو دهنت میزنیم، اما برای شوهرش بلد نیست شعر بخونه عتیقه دوران. خب تو چطور برای بچه ها میخونی لا 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 گل پونه گدا اومد در خونه و بیلا. خب برای عتیقم بخون، بگو های تو همه وجود منی، همه تار و پود منی، تو صدای قلب منی، من تو هم تو منی. بیا داره میخنده کد مشکیه. هم بیا اون الان خانمش کجا نشسته؟ ای آقاتون اینجا قش کرد. موق دارم برای آقاتون میخونم شو خانم بیونه. اگه من زن بودم کاری میکردم شوهرم مثل گوسفند دنبالم بده. بلد نیستی الکی همینجور نما سلمانی ما آمدیم زیارت به درد نمیخوره. وقتی روحیه نداری پاشو برو خونه تو. خدا شوخی ندارم. چه میخندن اینا؟ تو چرا میخندی؟ خجالت بکش. طرفدارتون میگم خودتون مظلوم بگیرین فیلم هندی میشه.